السلام علیکم. ما امروز دکمنت کنیم پتنت سری بر وقتی صبح بخیر و رنگی سم بخیر رفته استادم گفتی الله بدی. نداشتی می کنی احمد جان احمد جان احمد جان احمد جان همه خیلی دوستان عزیز، هوای ما خنک برف برده ایستاده است. فقط پتنت کنی دوی دکومنت که مردک رفته همین دکومنت های پتنت برای پتنت در کره از دکتر گذشته قریب 1 هفته سپاریدیم یک کار کرده. بعد گفتن که باید که یگان گرجدنین روسیه باشد که دوگوار بنده و مسکو این خیلی گپانا بوده سونه که در همین جایی که ما زندگی میکنیم هست. من در این جایی که ما زندگی میکنیم مسجد هست نزدیک که خانه کودک وقتی رفتیم. سلام علیکم دوستان عزیز. اینجا تلفن خری آمدیم برای کودک ها حاضر در مکتبی که اینها میخونن تلفن باید داشته باشند. وقتی که در تاجیکستان بودیم تلفن ممکن نبود. اینجا به تلفن درس خوانده نمیتونه. اینا فقط اینترنت و آنلاین و همه خیلی درسشون. برای هم قد تلفن خری رفتیم. رجیستراسیون های دو کرده دخترها گذاشته ها ماشه کردیم. کودک ها مکتب خدا به شکر معیدکی های باید دید صد مانم. هم خیلی دوی پتنت سپاری پتنت های 1 هفته فقط پتنت دکومنتش سپاری. هم خیلی دکومنت می سپریم. بعد یکان مگزین می داریم که همه جا هرچه ماندگی تیاری به سال نو. هم خیلی منظره ها رو تماشا میکنیم و باز میریم و دکومنت سپاری. در اینجا تلفن ها رو دیدیم که چه برای دخترای کلانیم گیریم کدامیش گیریم. بعد گربچه همان کسال شد باز برامدم برای گربچه دارو خرید. ویسکس میخرم، ملکو میخرم، دارو میخرم برای که آورده. بچه ها پرگوکا برآوردین شمال زده است بیچاره گربه. خیلی صاحبی خانه فروخت. خانه کافته میگردیم طرف خانه میکردیم طرف دکومنت ورد میکنیم. با بچه های باز دیگر مکتب باید بریم. از دیگر شهر رجیستراسیون کرده بودیم باز که خانه در دیگر شهر رفتیم رجیستراسیون در اونجا کردیم. فقط هر روز همین راه بر روز گذشته استاده سال کار هم نیفتم. یک جا کار رفتم برای خانه برده دوختم سپرتیمو فرم میدوزم دادن که دوز گفته حالی ماشینه که نخریدم. گفتم بعد از 25 خانه نو بچیم ماشینه میخرم خدا خواهد. بعد دوختم ایتیم ویا. منم خیلی دوستان عزیز پتنت قریب تیار شدگی باید تلفن کنن میریم میگیریم. بعد همین صاحب خانه نوی که گرفتیم و راضی شد که قطعا دگوار بندد برای پتنت. دگوار بست پتنت قریب تیار شدگی هم خیلی میریم میبیاییم. فقط در راه گذشته استاده است. گربچه ما ساز شد. بعد برای دخترم فرمه پرتو گرفتم. مکتب و اینجا فرمه پرتو میپوشیدم. اینجا مگزین تاجیکو در شهر ما تاجیکو مگزین منم خیلی زیبا داره. همه چیز دارد تاجیکو. در اینجا دوستان عزیز با شوهرم یک خانه بسیار کردیم بیکار نشستیم دوام دکومنت سپاری. یک خانه منم خیلی باید که
شپکلوفت کردن در کار بود، کردیم، سپاریدیم. این دو خانگه چی کردگی همه بینش بخونی و ویشه باز همسایه کدو آوردم قدر سخت. در اینجا الیویه تیار کردم برای کودکو. با کدو منم خیلی پیراک پختم. بعدم خیلی رولی ها تیار کردیم. کودکا قطعی فرزنده خوردیم. باز دعوت کردن که بیا داکومنت گیر پتنت تا. مرد قطعی رفتیم اونجا داکومنت گیری پتنت گرفتیم. خدا به شکر اکنون اگون کار میبیم و کار میکنیم. دوستان عزیز خیر تا بازدید. در پناه الله باشید.